سلسله فیلم حامیان با صدای آرتی قادر یعنی که یگید میخوایم کمی هم باشه صحبت رانه. سلامت باشی آقای امید جان. انشاءالله که در حقیقت یعنی بس دیگه بابا، این گونه حرفای دیگه چیه؟ من نمیتوانم طاقتش را بیارم. بسه میتاد حرفی نزن دیگه، نمیخوام باهات صحبت کنم. امید برادر، میبینی در تلفنی من یک پیام اومده است. این در حقیقت درست است. درست؟ بله از نوارهایی که تو سیونکه میکنی میگویم که اگر دشمن به خوبی نفهمید یعنی که باید او را با چی؟ خوبی فهمونی. زن معنا خیانت میکند امید. نمیشه کجا از فی تو میاریم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز و گرامی قدر، هر نفری که در کانال برادرمون صدای امید هستی و همون برادری که در کانال ما حنفی تیوی قرار دارند، خداوند مهربان هر یک ما و شما رو نگهبان باشه. برادر عزیز و گرامی قدر، با شما هستم بنده میرزا محمود جان و این برادرمون که باشند امید جان یوسف زاد. ما انشالله با برادرمون امید جان یوسف زاد تصمیم گرفتیم برادران عزیز و گرامی قدر که برای مردم تاجیکمون، برای برادران مسلمان انشالله که یک یعنی صحنه های اسلامی پیشکش بکنیم. همون صحنه هایی که امروز انشالله هر یک ما و شما برادرای عزیز و گرامی قدر میدونیم که کلید اسرارش میگن، یعنی ترکا او را بسیار میگیرن. صحنه های اسلامی ما هم انشالله تصمیم گرفتگی هستیم که همین گونه نوارها را پیشکشی برادرای عزیز و گرامی قدر گردانیم. برای همین دوستان عزیز و گرامی قدر راستی برای ما خیلی تجهیزات های بسیار درکار، از جمله یک کامرای بهترین دوستان عزیز و گرامی قدر و دوم اون که یک کامپیوتر. راستی ما در تاجیکستان وقتی که بودیم همه این شرایط ها برای ما مهیا بود. بجز کامرا ما در اونجا راستی استودیو داشتیم خودمون، استودیو شخصی خودمون، خداوند نگهبان تو باشه. ولی افسوس که امروز در غریبی هستیم برادرای عزیز و گرامی قدر، او چیزا را ما نداریم. برای همین ان شاء الله میخوایم که برادرای عزیز و گرامی قدر یک دستگیری مون بکنن که ما ان شاء الله یک کامرای بهترین، یک کامپیوتر خوب بگیریم و هر گونه خدمتی که میشه ان شاء الله این یعنی که همون کامرایی که ما میگیریم نه اینکه از ما تنها از ما نیسته، او از تمام برادرامون است. همون چیزی که مقصد خیر میکنن، چیزی که یاردم میکنن در همین کانال، در کانال مقصد برادرمون صدای امید جان و حنفی تیوی، ما همه را راست برادر عزیز میگیریم کامرا را و کامپیوتر با کامرا مقصد سینمات میکنیم، فیلم هایی که ان شاء الله ما باید خودمون پیشکش شما بگردانیم. صحنه های اسلامی کوتاه مثلا 10 دقیقه و 15 دقیقه یا که کمتر، 5 دقیقه یا که از این هم کمتر، ان شاء الله که این خیلی یعنی شوق آور میشه و خیلی ان شاء الله تاثیر خیلی جدی دارد. برای همین دوستان عزیز و گرامی قدر، هر نفری که ان شاء الله که یعنی میخواد که خیر بکنه و تا روزی که ان شاء الله یک نواری را که ما میگیریم تا روز قیامت، تا همون روزی که همین نوار یک نفر همین نوار را تماشا میکنه، در نامه اعمال ما و اونهایی که یعنی خیر کردن ان شاء الله که ثواب میره. و ما را ان شاء الله در اینجا سکوت نمیکنیم، ما را ان شاء الله دست خودمون یعنی که دراز میکنیم، ما را کوشش غیرت میکنیم که خودمون ان شاء الله پیسه بمونیم. راستی هسته ولی کمتره. برای همین خاطر او کامرایی که ما میگیریم برادر عزیز قریب والله علم 37,000 روبل، همه بهترینش 37,000 روبل مبلغ هست. راستی برادرای عزیز کمتره که همین جهت ان شاء الله ما خواستیم که یک برادرای عزیز بگیم ان شاء الله زیاد هستن بچه‌ها که گفتن که مقصد بگیم مورم یاردم میکنیم و اونها هم ان شاء الله یعنی در همون فیلم ها اشتراک میکنن و همون فیلم ها ان شاء الله ما خودمون برادر عزیز تشکیل میدیم، یعنی که در رول همون و یا بگیم ما خودمون بنده و سیگنگور ان شاء الله از دستمون میبیو، یعنی همون فیلم برداری یعنی اکتیوری بگیم از دستمون میبیو، از دست برادرمون هم امید جان یوسف زاد میبیوه.
انشالله این کاری یگان کاری خطا نیست، این تنها خدمت در دین و خدمت در جامعه هست. انشالله که وقتی ما یک نوار اسلامی را میگیریم، مقصد نواری میگیریم که درباره یعنی یتیمی یا درباره بینمازی، درباره مقصد قرضداری و دیگر کارها، همه یک نفر انشالله تماشا میکنه، برای خودش یک درس عبرت میگیره. او حکایه کردن مقصد نقل کردن دیگر است، یعنی برای نوار گرفتن او دیگر است. برای همین انشالله کسی که میخواد که یک 1000 روبل 500 روبل انشالله سهم خودش بگذارم، انشالله برادرمون میگیرم کارتشون هم میگذارن، انشالله چی قدر مبلغی که شد ما همش هم میگیریم، رونویس کرده بود، انشالله یک ویدیوی دیگه میکنیم میمونیم که همه قدر مقصد در کارتم مبلغ گذروندن برادرای عزیز برای یعنی دستگیری همین انشالله گروه بگیم ده که صدای امید و حنفی تیوی و دیگه برادران. خداوند نگهبان باشه برادرمون که کانالشون برادران تاجیک هست، برای برادری تاجیک برادرمون فخرالدین جان، خداوند نگهبان باشه که به ما یعنی یک کامera تحفه کردن، خداوند نگهبان شما باشه. و دیگر برادرایی که انشالله باز کوشش دارن که یعنی خدمت بکنن، کوشش دارن که دستگیری خودشون انشالله برای ما برسونن. خب ما انشالله صحبت با امید جان میتیم، شاید که یگان سخنی داشته باشن، خداوند نگهبان باشه برادرای عزیز. بعد ما انشالله با شما که همون برادرها خواستن که یگان تبع آواز زنده یگان سوره بخونیم یا نشید بخونیم، و بعضی برادرها راستی گفتن که یعنی که وای خودمون استعداد خودمون نشون بدیم که یعنی ما چی میتونیم همون فیلم ها را بگیریم، ان شاء الله ما درجه استعداد خودمون نشون بدیم که یعنی آیا ما همون استعداد داریم، آیا میتونیم همون فیلم ها را گرفته، آیا میتونیم در همون رول ها بازی کرده یا اینکه نمیتونیم. خوب خداوند نگهبان تو باشه. صحبت را با امید جان یوسف زاد میدیم، در امان الله باشیم. السلام علیکم برادران اهل اسلام، سلامت باشین برادران عزیز. بله برادران، ما خیلی پیش به شما وعده داده بودیم که صحنه های اسلامی هایی که پرنگ ها سیونکه میکنیم اما بودجه‌مون نرسید و یک برادر به ما یک کامera تحفه کرد، اما کامera خیلی مایده است. انشالله رحمت به همین قشم که دستگیری خش رسانید و شما هم اگر توانین آن قدری که گفتی گپا یک ذره هم که باشد انشالله برای ما خوب است. بکن خیری که در گرمای محشر سایبان گردد. دوستان عزیز، هر خیری که میکنین انشالله برای جان خودتون است و این ویدیویی که تماشا میکنین با مردم پیشنهاد میکنیم و برای شما هم یک فایده دارد. و برادران عزیز، شما فکر نکنید که ما گدایی کردیم، این گدایی نیست. این بحر وطن خودمون میخواهیم که ما همه خیلی صحنه ها را پیشکش مردم کنیم، اما ما بودجهمون نمیرسه، اما ما از دستمون میباید همه خیلی چیزها را کردن و بودجهمون که نمیرسه. همین سبب ما شما را خواهش کردیم. هستن برادرانی که میگوین که شما طالبندگی کرده استادین یا که گدایی کردین، این برای آن نیست. هر چیزی که شما روان میکنین برای همو یوتیوب مثلا برای ویدیوها کامera و مثلا کامپیوتر هم خیلی چیزها را میگیریم که بهترین ویدیوها رو پیشکش شما کنیم. شما تماشا میکنین از مثال که ترکیه یا اینکه امریکا، میبینید که چقدر صحنه‌های با تربیوی پیشکش مردم میکنن. شما هم میخواین که ای تاجیکستان خودمون همین خیلی برادران پیدا شوند که همین خیلی صحنه‌ها رو پیشکش ما کنن. البته ما همین چیزها رو از دستمون میباید شکرانه الله را میکنیم، لیکن شما دستگیری کنید و ان شاء الله انتظار شوید که ما چگونه ویدیوها را پیشکشتون میکنیم و همگی شما از ما راضی میشوین. این یگان گدایی نیست، این یک خیری هست. برادرانی که خیر کردن نمیتوانین در حق ما دعا کنین که به ما یک پیشروی شود و انسان هایی که میتوانین کارتمون در روی همین ویدیوتون هسته و در تگ همین ویدیو هم در پایین کامنتاری هم میگذارم که کدومی که نمیتوانه روی ویدیو گرفته میتوانین همونجا دسترس کنین و کدومی که با شما صحبت کردن میخواین ما در ادنا کلاس با نام صدای امید هستیم، همونجا هم میتوانین با ما صحبت کرده. الحال برادران عزیز، ما کمی هم باشه همون استعدادی که ما در ویدیوها گذراندنه هستیم، طرز گپزنیامون برادرمون از مثال خواهش میکنیم که در حقیقت ما همین خیلی چیزها رو میتوانیم یا اینکه نه. الحال برادرمون سر میکنن. برادر از سلسله فیلم حضرت یوسف آن که ما سخن میگوید میخوام از همون کمک که اون باشه صحبت کنیم. ان شاء الله برادر عزیز و گرامی قدر، راستی من برای همون نفرایی که یعنی میگن که ای دست قوریو هیچی نمیبیایه و قوریوی این قوریو و راستی من این گپ بسیار شنیدگی هستم که قوریو شاید امید جان هم فهمیده باشن، مدت چند روز در بری ما بودن
بسیاری ها از راستی از ما یعنی که رویگردان شدن که قاری ها اینه قاری ها اینه که انشاءالله ما با مرور زمان نشان بدیم که قاری ها چگونه استعداد دارن که خداوند مهربان برای انشاءالله اهل علم دادگی هسته. خوب خداوند نگهبان باشه. چگونه که برادرمان امید جان گفتن که یگان کلمه یعنی که تشبیه با صدای یوزورسیف یعنی مصطفی زمانی که در فیلم حضرت یوسف علیه السلام دهمو رول بازی کردگی هسته. ایشالله ما همون را یعنی که یک کم ترک بگم که همون کلمه های همون را همون اکتیار را یعنی یوسف مصطفی زمانی را انشالله برایش ما پیشنهاد میکنیم. خداوند نگهبان تماشا برادر عزیز و گرامی قدر. اگر خطایی شد بخشش زیاد میپرسیم نه که انشالله که از دستمون میبیایم استعداد اول و آخر خداوند مهربان. آن اغماهو آن خدایی را که یوزارسیف را به این مرتبه رسانید آیا شک نیست که بتهای شما را پاره کند؟ زلیخا با دیدن یوسف همیشه شک داشت که آیا یوسف را می‌بیند و یا نمی‌بیند. کسین سخن بگو هرچی خداوند به تو آموخته. و برادر میخواهیم که از سلسله فیلم حامیان با صدای آرتی قادر یعنی که یگید میخواهیم کمی هم باشه صحبت رانیم. سلامت باشی آقای امید جان. انشاءالله که در حقیقت یعنی ما باید کوشش و غیرت داشته باشیم که بهر سرزمین خیش و بهر مردم تاجیکستان عزیزمان انشاءالله نوارهایی را بگیریم که تا این که به مردم ما یک منفعت داشته باشد. این امید جان برادر ما به خدا قسم میگم خیلی انسان عجیب بوده است. هر کجا که میبینمش در راه ها فیلم میگیرد بازی میکند. خدایا توبه هیچ چیز گفتن نمیتوانم به خدا امید جان. خوبتر است که سکوت بکنیم. باشه برادرمان امید جان خدا که خواسته باشه با زبان ایرانی هم صحبت میکنیم و با زبانی انشاءالله ترکی هم و با زبان انگلیسی هم و با زبانی یعنی که عربی هم صحبت خواهیم کرد. تو مرور زمان راستی خیلی چیزهایی رو میبینیم که واقعا آن را در یعنی پیشین سالهای قدیم ندیده بودیم خصوصا در وقت خوردی. از بس این یعنی اینترنتی پرسرعت که خیلی سرعتش قوی هست. خوب خدا نگهدار باشه. بس دیگه بابا این گونه حرفای دیگه چیه؟ من نمیتوانم طاقتش را بیارم. بسه میتات حرفی نزن دیگه. نمیخوام باهات صحبت کنم. برادران عزیز الها کمی هم باشه طرزی همان ویدیو رولیکایی که ما پیشنهاد شما میکنیم کنی با برادر بگذرونیم. ما میتوانیم یعنی استعداد داریم یا که نداریم. امید برادر میبینی در تلفنی من یک پیام اومده است. این در حقیقت درست است. درست؟ بله از نوارهایی که تو سیونکا میکنی از این به تو مکافات دادیان یک خانه پدرکه کردیان. من صاحب خانه شدم. البته به نام تو اومده است. اوه حالا گوی که یک زنی دیگر میگیریم امید جان. انشاءالله. عجایب. میگویم که اگر دشمن به خوبی نفهمید یعنی که باید او را با چی؟ خوبی فهمانی. نه با خوبی نه با مشت و لغت. این خیلی نمیشود برادر. و چی کاری بده کردم؟ امید برای من فرق نیست بلاگر هستی یا اینکه بلاگر هستی. کلت را میگیرم. گوش کن امید جان نزدیکتر بیا. التماس میکنم نزدیک بیا. از من خفه نشو. مایلش چرا خفه شوم؟ چی کاری بدی کردم؟ آیا در حق وطن نگم خیانتی کردم؟ خیانت در حق وطن همین که در حق وطنم دعا نمیکنی. اگر که کسی دعا نکند او در حقیقت به وطن چه کار کرده است؟ خیانت. بله امید جان بله. بارک الله. ما دعا میکنیم. اگر این گونه بچه ها باشن قلب میرزا محمود یعنی روشن بگردد با اسم خدا. خوب بارک الله فیکم. آمین. ماشاءالله. خبیه اینک برادری از مگرام قدر ما ایشون خیلی کمک کرد. دستمون یک ذره چکم اومد کردیم یعنی در رول بازی کردیم.
خیلی با انشالله برادر عزیز در نوارها میبینیم. اینک باز نوبتی برادرم امیدجان یوسفزاد که از دست برادرم امیدجان یوسفزاد چی میومده باشد من نمیدونم. امید برادر، بله اگر تو همین دنیا چی میخوایی؟ اگر خداوند گوید که امید یک دعا کن، من همون دعای تو رو مستجاب میکنم. تو چی دعا میکنی؟ یکم دعا میکنم که الله وطن ما را باز هم آبادتر بگرداند بهتری و بعدا به من یک زن قرآن خوان و با ایمان را نصیب بگرداند. وای 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 وای. چه بچه یکش با نام خدا قلب ما چنان شاد کرده که آها دیگر چی میگم خیر بهترین این گونه زن را برای دیگرهای نیز خداوند نصیب گردانده باشد. بچه کشت ماخی این کشتن نبود بلکه این سیله رحم بود. امید شد سیله رحم هستنی. بله سیله رحم بهترین امید جان. من میخواهم به تاجیکستان روم. چرا؟ مادرم میگوید بیا میده تو رو زن میدیم. من نمیخواهم زن گیرم. چرا نمیخوای؟ چیزی رو که همه انتظار است. میدونم همه انتظار است ولی من این رو انتظار نیستم. زیرا کسی رو که دوست میداشتم به خاطری نمیدونم چیز از من جدا شد، ولی میدونم که خداوند یک روز خیلی پشیمانش میکند، ولی میآید که دیگر میرزا محمودش شاید در کناری دیگر باشد، ولی من صبر میکنم شاید خداوند او رو بازگرداند. امید، با تو یک چیز میگویم دوستم، همیشه این سخنی مرا در خاطرت داشته باش و فراموش نکن. دنیا به مانندی دوستانی بی‌وفا هست که اگر در کیسه‌ات مبلغ داشته باشی با تو دوستی میکنه، اگر نداشته باشی از تو جدا میشوند. دنیا هم این است، وقتی که صحت هستی تنی به درد و به رنج داری، او تو را میفریبد با هر گونه نغمه ها و با هر گونه نفس ها. برای همین همیشه کوشش کن فریب دنیا را نخوری. بله. امید برادر، من چی چیز گویم که تو غمگین میشوی و چی چیز گویم که خوشحال میگردی؟ چیزی نگو. چیزی نگویم. برای اینکه همگی سخن تو انسان رو غمگین میسازد. سخنی من غمگین میسازد. البته. عجیب. چی مگر من یگان جین هستم؟ جین است اما سخنهایت از جین هم بدتر است. وای وای وای. لفظ شیرینی نداری. دائم دشنام میدهی. سخنهای قبیح میزنی. در حقیقت آداب است. من خورد بودم راستی امید جان. از همون وقت عصبایم کمتر خراب شده است. نمیخواهم با زبانی ملایم صحبت کنم. عصبای خودت ویران، عصبای همه را هم ویران میخواهی کنی. میدونی امید چی؟ عروسی تو را به شوهر عروست به شوهر برآمد. چی حال گفتیستی؟ حقیقت رو هر میگوی. بیرو هسته. من میدونم تو از روی عصبانیت میگویی. امید برادرم، اگر از روی عصبانیم میشد در نزدی نواربرداری نمی نشستم. این دروغ است. تو همیشه دروغ میگویی. در نزد نوار هم دروغ میگویی. آن مرا خیانت نمیکند. مرا خیلی دوست می‌دارد. آنچنان خیانتت میکند که از دور ایستادن نگاه میکنی، نه اینکه با دو چشم حتی با پشت کلت هم نگاه میکنی. من 4 سال شد با اون هستم. حتی یک سخن قبیح هم با من نزده است. چرا مرا خیره میکرده است؟ تو از کجا میدونی؟ من میدونم، تو چیزی رو نمیدونی. زیرا بسیاری دخترها بی‌وفا هستند. اما این اون خیلی نیستند. اگر باشد چی؟ نیست. دکزت بکن. اوهو، دکزت میکن. خب مالک دکزت میکنم. اگر من عکسهای عروس شونده تو را، یعنی اون را که میگه من دوستش میدارم، با دیگر جوان نشان دهم، باور میکنی یا نمیکنی؟ به طرفی باور میکنم.
اینو تو از کجا دسترس کردی؟ میگم نباید این کارو میکرد. انگور آخور باغش را نپرس. نباید این کارو میکرد اکا. این منتج است. امید جان غمگین نشو. این منتج است اکا. منتج نیست، در حقیقت هستیم. نمیشود. امید نمیشه، دروغ است. امید مرا دیوانه نکنی جان. دروغ است اکا. امید دروغ اون نیست. خیانت نمیکنم. میکنم. نمیکنم. زن معنا منتج کردگی تو. زن معنا خیانت میکند. امید نمیشه اکا. نمیشه. غمگین نشو امید جان. این کاشتو. شیر بچه غمگین نشو. چقدر غمگین نشوم. هیچ کام در آخرش دیگر بر. میدونم دردی دشوار است امید. این دردی که تو داری من همین درد رو دارم. خیانت کرده از من دیگه نفهمیدم 4 سال حیاتی ما با این سوزاندو. هیچ گپ نه، خداوند بهترش رو میده. من این را خیلی دوست بدارم. کسی دیگر رو نمیخوام. دیگر دوستش ندارم. کسی که خیانت کرد نمیشه، از دلم نمیراد. امید دوستم گوش کن، صبر کن، همش خوب میشه. که من نمیخوام دیگه کسی رو. میخوایی کسانی که اگر از بهترین هایشان روی میگردانند خداوند آنها را به بدترین ها میدهد. مرا در حیات چیزی گیرا نکرده بود. امید جان مرا گوش کن، التماس میکنم گریه نکن امید، همش خیلی دارم. تو شعر پدرش هستی. من گفتم که با تو حواسم می‌آید. برای همین خاطر برای دختر شده هجا گریه نکنی. خیر اگر دوستش داری گریه میکنی. زیرا البته من رو دوست میدارم. در حیات مرا چیزی غمگین نکرده بود. خوب میشود همش امید جان، همش خوب میشود. غمگین نشو. خوب برادری از و گرامی قدر این بود یک صحنه چک کوچک از نومی ما خداوند نگهبان تو موشه. ما انشالله میخوایم که به نزدیکی وقتی کمی کامرای خوب و کامپیوتری خوب انشالله برای منتج گرفتیم، همین خیلی نواروی بهترین در همین شهری یعنی که روسیه هستیم و در شهر یکاترینبورگ هستیم، انشالله بهترین نوارها را پیشکش شما بگردانیم. صحنه‌های اسلامی را انشالله، فقط صحنه‌هایی که صحنه‌های تربیتی باشه برادری عزیز و گرامی قدر. خوب انشالله هر نفری که میخواد برادری عزیز با ما هم صحبت باشه در ادنکناسی بدوره در وی صدای امید که با برادرمون صحبت کنه. ما حتما انشالله همو کدی سبربانکی کارتای امید جان انشالله میگذاریم. کسی که میخواه انشالله چقدر که یعنی که همت داره کمک بکنه. خداوند یارو مددگارتون باشد. بله دوستان عزیز، این یک از صحنه‌چه‌ای نبودین، این چیزی نبود، این تیار نکرده بودیم. اینجا شیشته و تنها صحبت رونده ایستاده بودیم. انشاءالله که ما برای صحنه‌ها خیلی تیاری‌های خوب می‌بینیم و در صحنه‌ها ما در یک جا شیشته نمی‌کنیم، ما در هر جا می‌کنیم، حتی درون قبرستان‌ها تا تمام جایی که ما قوت داریم و همون جا رفته بحر که جایی که ما می‌توانیم انشاءالله بحر شما بهترین ویدیو رول‌ها رو با طرز زبان ادبی پیشکش شما خواهیم کرد. ممکن که به همه لفظ بکنیم، با زبان روسی، انگلیسی، عربی، ترکی همه لفظ قطعی انشاءالله که پیشکش شما میکنیم. اگر که شما هم کمک که باشد دستگیری بکنین و کسی که خیر میکنه و مینت نکنه، برای آنکه بعضی برادران یک بار دیگه هم خیر کرده بودن الحال میگه که قرض مرا بده، لیکن من نمیدونم که اون کی است، به من چقدر سوم روان کرده بوده است، من نمیدونم. اگه اون قدر سومی که به ما روان نکرده بودن یک وقتی که ما خوش کردیم همون ویدیو رو سرازا و دلیت کرده هستیم. الحال که کسی که خیر میکنه تنها از برای الله بکنه که همین ویدیوها ثوابش به آن هم برسه. برادران بهر شما از برادرمون خواهش میکنیم که کم نشیدها و آیاتها کمی باشد پیشکشتون بکنیم، الحال سرچ میکنیم. برادر میخواهیم که یک نشید بهر برادران پیشکش کنید. سلامت باشه برادر عزیز و گرامی قدر و همون مخلصایی که انشالله خواسته بودن که با آواز زنده نشید بخونیم، یک سوره بخونیم، انشالله که یعنی سخنی و یارد نمیشوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان صدق الله العظيم. мехоҳем ки ягон нашидҳои тоҷикӣ бо овози зинда пешкашем бародарон кунен. ягон 4 мисрае бошад. майли бародар бунумеҷо худованд нигаҳбон боша. کجا وصفی تو میاریم بجا ما یا رسول الله بجا ما یا رسول الله قلم عاجز میماند به وصفت یا رسول الله به وصفت یا رسول الله قلم عاجز میماند به وصفت یا رسول الله به وصفت یا رسول الله. سلامت باشی سلامت باشی. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا شكرا يا ربي شكرا ها 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 هديت قلبي شكرا سلامت باشید. و بعضی برادران میگویند که در پس مواد نشیدها میگذارین و شما از کجا دسترس میکنین و بسیاری از اینها از آن خودمان هست و بسیاری از اینها ما از همین اینترنت دسترس میکنیم. الحال همان نشیدها را برادرمان با آواز زنده پیشکش شما خواهد کرد. سلامت باشین. میخوایم که باز یک چند تای دیگه هم پیشکشی برادران کنن. الحال یک تای دیگه را باز پیشکشتون میکنیم. سلامت باشی. آوازتون خسته نباشه. Oh
چه زبان شیرینه. سلامت باشین. ما از دستمون همه خیلی چیزها هم میبیاد انشاءالله. تا چه امکان برای شما بهترین ویدیوها را پیشکش میکنیم برادران عزیز. خیلی اینهایی که ما از الحال پیشکشتون کردیم اینها به تیاری است و با میکروفون هایی که کرده استادم با میکروفون های عادی و کامیرامون هم عادی است و در یک جوش نشسته این به تیاری اومده شیشته است بحر شما صحبت کرده استادیم و انشاءالله که ما یک رولیک کردیم دستگیری کردیم انشاءالله یک رولیک پیشکشتون کردیم بعدا از همونجا معلوم میشود که ما تا چه اندازه مثلا همین خیلی ویدیو را پیشکش شما کردن میتوانیم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة صدق الله العظیم. یعنی برادر عزیز آوازی هست که راستی ایره انسان وقتی که ما خودمون راستی میخونیم گریه انسان میبیه راستی در خدون گعبان تماشا برای همین خاطر کمکش خوندیم. خوبم برادر راستی چند اپای عزیز گفته بودن که همون یک یعنی شعره برای ماه نور و رحمت و غفران هم خیلی همین را گفتم بخونیم با او زنده انشاءالله سخنی و اپایان رد نمیشه. ماهی نور و رحمت و غفران کجا هستی بیا ماهی شوق و لذت ایمان کجا هستی بیا ماهی نور و رحمت و غفران کجا هستی بیا ماهی شوق و لذت ایمان کجا هستی بیا ای شبستانی قلوبی عاشقین کجا هستی بیا کجا هستی بیا. دعا میکنیم که الله مهربان باز هم آوازتون را روشن و زیبا و براتر بگرداند. سلامت باشین برادر عزیز و گرامی قدر خداوند نگهبان تو باشه و باقی در امان الله باشین تا نوارهای آینده.